سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که همتون خوب و خوش هستین. من امروز میخوام که یک چیزکیک شکلاتنی تیار کنم. برای ما لازم است 180 گرم پیچین، پیساچنی پیچین، قطعی 80 گرم مارگارین، 3-4 قاشق کاکائو. برای که پیچینی ما سفیده، ما برای همی کاکائو استفاده میبرم. اگر که شما سیاه باشه شما در کار نمیشه که کاکائو استفاده برین. برای کریم برای ما در کار ما اینجا 500 گرم فیلادلفیا چیز گرفتگیم، سلیوچنی سیر، قطعی 100 گرم ساخنی پودره. یا میمونم خوب خوشرو ملایم میشه و سلیوچنی سیر میمونم خوشرو ملایم میشه، در حرارت خانه میبیاید و میگیرم ساخنی پودره کتی میکسر میکنم. یا میکسر میکنم یا جایا بود 200 گرم سلیفکی در کره، قطعی 200 گرم شکلات. یا هر شکلات اول آو میکنم، خچه تا قدم میکروال نوفکا سلیفکی یا کم ترک میزنم، خیلی نشان میدیم تونم. برای گلازورش 100 گرم سلیفکی، قطعی 100 گرم شکلات. در اول ما میگیریم پیچینه میده میکنیم، خوب خوش رو میده میکنیم. مارگارین میگیریم در میکروال نوفکا آو میکنیم شه، آو باید شود. من پیچینه میده کردم، اکا کاکائو ای میگذارم. اینم پیچین میده کردگی، قطعی کاکائو یا جای میکنم، کاکائو یا جای میکنم. اینم مارگارینم آب شده، مارگارینم میاندازم. میگیم شد دایی میریزم، در روی تنگ میکنم. اینه تیار شده، اینه برده در مرزلکه میمونم که قالب گیرم، خیلی یخ کنم. این اکسی را میگیریم میاندازیم. سلیوچنی سیر را میکسر کردیم، اکا ساخنی پودره میاندازیم شه. تیار شد، در طرف میمونیم تا وقتی که شکلات ما آب میشه. مصرف که کم ترک میکسر میکنیم. نه که ای کریمون کم کم گرفته دایی میاندازیم، یک جای میکنیم شه. نه یکی یک جایی که کردیم اکا شکلات میاندازیم کم کم. اینه دوستان، من یه مرزلکه گرفتم، یخ کرده قالب گرفته. نگاه هزی در بالای این من کریمی کردیم ما در بالای این میریزم. نکه یه برده در مرزلکه میمونم شد تا وقتی که یخ کنم. اینه دوستای، اینه گلازوری بالاش تیار شده. اینه دوستای عزیز، ما چیزکیک ای مرزلکه گرفتم، نه یخ کرده. نکه از باید در بالاش ما گلازور شمونم. نمخه گلازورشم تنگ میکنیم. دوستای عزیز، کانال ما پادپیس کنین، لایک مونین، کلاکولچیکم جخین که یکم شده ویدیوی ما تماشا کنین.
با در آینده ما ویدیو ما بهتر میکنم. ویدیو خوشرو چیزایی که میدونم بر شما نشان میدیم. تیار کنین اصابی نه ای همی چیزکیک تیار کنین به حد به مزه. با فکری ما ای بزرگی و کتا خانه دا تیار کنین وای بسیاری به مزه تر میبیویم. مزه شم انکه یه برده ده مرزلکه با میمونم شه برای که گلاز روش یخ کنم. بعد اکرشینی شه چه خالی که میخوایم با اکرشینی کنم نشانتون میتونم که چطور اکرشینی کردم. این دوستای عزیز چیزکیک ما خالی گرفتم و مرزلکه اینم خیلی تیار شده. این دوستای عزیز چیزکیک ما تیار شده. اینم خالی اکرشینی کردم شه. اکرشینیش بدل خطونای چه خیلی که میفرطنم خالی اکرشینی کنین. این ای سلوی پیچین شه قطی مرگرین ای سلوی کریم شه ای بالش گلازور شه.